رفقا سلام. باز اومدم با یه چاله خوشگل نقلی، واقعا هم نقلیه. نگاه کنید، من با این جسته بزرگ 190 قد 90 کیلووات توش جا میشم. یعنی همچین چاله بود. یه فرقون توش سنگ ریختیم بماند، 3 تا استانبولی هم ملات درست کردیم مالیدیم روش. و این چاله که دارم میگم واقعا یه چاله پدر مادردار بود. یعنی هر کی میرفت توش باید دستشو میگرفتی میومد بیرون. ولی ما با کمک شما، با حمایت شما این چاله ها رو پر میکنیم که نکنه خدای نکرده به کسی آسیبی برسونه. شما مردم عزیز کشورم هم اگه واقعا میخواید این کار پیش بره، حمایت کنید، لایک کنید، کامنت کنید، بذارید ما هم این پیجو پیش ببریم به جلو. حمایت های شما هم تبدیل کنیم به انرژی، بکنیم تو این چاله ها که دیگه شر این چاله های خطرناک خلاص شیم. دوستتون دارم. چاله چوله همیشه پابرجاست.